سلام خدمت همه فراگیران محترم. خوش اومدیم به جلسه دوم یادگیری برنامه MS. خب دوستان، من اومدم یک سری فعالیت ها رو اسمشون رو اینجا وارد کردم ولی هنوز روز فعالیت هامو مشخص نکردم. خب همونطور که شما میدونین توی ساختار شکست کار یا WBS ما میایم فعالیت هامون رو بخش های مختلف میشکنیم و تقسیم میکنیم و شامل چند تا لول بندی میکنیم فعالیتامون رو. لول 1 عنوان پروژه‌مونه. الان عنوان پروژه ما حفر 4 نصب پمپه. لول 2 اونم که عناوین فعالیتامون میشه، مثلا حالا تاسیسات برقی. خود این تاسیسات برقی شامل یک سری فعالیت ها میشه که اون تاسیسات برقی یا مثلا اینجا عملیات برق زیر مجموعه فعالیت هاش این سه تا فعالیت میشه یا به عبارتی این سه تا تسک میشه. حالا ما چجوری بیایم توی برنامه بگیم که آقا این مثلا مشخص کنیم که این حفر 4 نصب پمپ عنوان پروژه ماه، این عنوان دومه که فعالیت‌های مربوط بهش رو اینجا می‌نویسیم. چجوری بیایم این کارو بکنیم؟ اول از همه میایم اسمای کل کارهایی که باید بکنیم رو می‌نویسیم، چه گرفته از عنوان و چه لول اول و چه لول دوم و تیترهای فعالیت‌ها و خود فعالیت. اسمای همه اینا رو می‌نویسیم. بعد از اینکه اسم اینا رو نوشتیم، خب مگه عنوان من حفر 4 و نصب پمپ نیست؟ پس در نتیجه کل این فعالیت‌های من زیر مجموعه عنوان من هستن. میگیرم و تا انتها میکشم و این فعالیت‌ها رو انتخاب میکنم و بعد از این گزینه بالا رو ایندنت تسک رو انتخاب میکنم. خب همونطور که میبینین یه مرحله رفتن جلو و همه شدن زیر مجموعه فعالیت عنوان من. خب حالا مرحله بعد باید چیکار کنیم؟ حالا می‌خوایم بریم سراغ اونایی که زیر مجموعه لول 2 من هستن. لول 1 که عنوان بود زیر مجموعه‌اش مشخص شد، کل فعالیت‌ها شدن زیر مجموعه‌اش. حالا می‌خوایم بریم سراغ لول 2. عملیات برق شامل چه فعالیتایی میشه؟ کاب کشی، نصب تابلوهای کنترل و نصب برقی. میگیرم میکشم و دوباره این گزینه رو میزنم. همونطور که می‌بینین زیر مجموعه لول 2 مشخص شد. خب حالا بعدی عملیات مکانیک. عملیات مکانیک شامل چه فعالیت‌هایی میشه؟ شامل نصب پمپ و لوله گذاری. میگیریم و میفرستیم جلو. دوباره ایندنت تسک رو میزنم و زیر مجموعه عملیات مکانیک هم مشخص شد. و در آخر عملیات حفاری که این دو مورد زیر مجموعه‌شم میگیرم و این دوتا رو هم ایندنت تسک رو میزنم و به سمت جلو میرم و مشخص میشه که اینا فعالیت‌هایی هستن که زیر مجموعه عملیات حفاری من هستن. خب حالا برای اینکه این فعالیت‌های من موقعی که میخوام حالا کارمو تحویل بدم به کارفرمام یا کار دیگه انجام بدم، برای اینکه این فعالیت‌های من مشخص‌تر بشن و قاطیشون نکنم، میتونم بیام این قسمت‌هایی که حالا تیترا هستن یا تیتر پروژه رو هستن رنگ کنم. میایم سربرگ ویو، بعد از بخش اوتلاین لول 1 من بهتون گفتم چیه؟ عنوان فعالیت من. وقتی روش کلیک میکنم عنوان فعالیت منو میاره. به این مورد آخر کاری نداریم. حالا من اینو دیلیت کنم، اینو اضافه نوشته بودم. وقتی لول 1 رو میزنم اینجا چون اومدیم لول بندی کردیم از اون بخش ایندنت که بهتون گفتم عنوان فعالیتم میاره. حالا من عنوان فعالیتم میخوام یه رنگی بکنم که مشخص بشه که آقا این عنوان من. مثلا میام زرد میکنم، نوشته‌شم قرمز میکنم. حالا میخوام لول 2 رو رنگ کنم. میام دوباره اوتلاین از سربرگ ویو و لول 2 رو میزنم. این ستا رو میگیرم و میام این بخش. حالا من مثلا میخوام سرمه‌ای کنم و رنگ تکستش هم سفید کنم. و در آخر ببخشید اوتلاین لول 3 رو که بزنم و فعالیتام برام نمایان بشن، احتیاجی نیست که دیگه فعالیت‌ها رو رنگ کنیم، چون که ما می‌خواستیم عنوان پروژه و عنوان فعالیت‌هامون مشخص بشه که رنگ کردیم و همشون مشخص شد. و اگر خواستیم مثلا احیانا دوباره من لول 1 رو میزنم، می‌خوایم دوباره همه فعالیتاتون رو به عنوان همه فعالیت‌ها و سرتیتراشون مشخص بشه. اگر خواستین این کارو بکنین میاین دوباره رو اوتلاین آل ساب تسک رو که بزنین دوباره کل فعالیتاتون نشون داده میشه. ولی اگه به صورت تکی و یا فقط عنوان رو خواستین و یا لول‌های دیگر رو خواستین، میاین روی لول مد نظرتون، مثلا لول 2 که لول عناوین فعالیت‌ها بود کلیک میکنین و انتخاب میکنین و از بخش تسک رنگش رو انتخاب میکنین.
حالا من دوباره برگردم آستاب تسک رو میزنم که کل فعالیتم بیاد. اینطوری الان ما اومدیم طبقه بندی کردیم و ساختار شکست کارش رو توی برنامه انجام دادیم و حالا فقط کافیه که بیایم دیوریشن و روز فعالیتامون که هر کدوم چه روزی هستن رو مشخص کنیم. خب دوستان عزیز، این جلسه به پایان رسید. امیدوارم که استفاده کافی رو از این جلسه برده باشین و اگر سوالی هم داشتین داخل کامنت ها از من بپرسین و یادتون نره که کانال من رو به دوستان خودتونم بفرستین و سابسکرایب کنین. خیلی ممنونم از شما.